الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا و نبینا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان گرامی، در مورد زکات زر و زیور زنان سوال مطرح شده. سوال چنین است: زنی که برای استفاده خود طلاواری دارد آیا از آن زکات می‌دهد؟ دوستان عزیز، فقیهان هنوز از زمان صحابگان در این مسئله، همچون هزارها مسئله فقهی دیگر، دو نظر دارند. طبق مذهب حنفی بینندگان گرامی، در زر و زیور طلا و نقره زنان اگر به نصاب رسیده باشد زکات فرض است. نصاب طلا 85 گرم و نصاب نقره 595 گرم است. یعنی هر زنی که این وزن طلاوار یا نقره‌وار داشته باشد، صرف نظر که آن را استفاده می‌برد و یا نه، برایش زکات فرض است. صحابگان و تابعین زیادی بر این نظر بودند، یعنی میگفتند زنان از زر و زیورشان باید زکات دهند. از جمله حضرت عمر، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمرو، مادرمان عایشه. از تابعیان باشد سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، عمر بن عبدالعزیز، امام ابن شهاب زهری. از امامان و فقیهان دیگر سفیان ثوری، حتی از امامان شافعی مذهب امام فخر الرازی بر این نظر بودند، یعنی زکات را در زر و زیور زنان فرض میگفتند. نظر دوم این نظر امام شافعی و امام مالک و طبق روایت مذهبی امام احمد حنبل است که میگویند بر زر و زیور زنان زکات فرض نیست. از صحابگان عبدالله بن عمر، جابر بن عبدالله، انس بن مالک، اسماء دختر ابوبکر. از فقیهان و محدثان اسحاق ابن راهوی و امام ابن خزیمه بر این نظر بودند. بینندگان گرامی، کسانی که زکات را در زیور زنان فرض میدانند به یک چند حدیث تکیه کردند که از جمله حدیثی است که آن را امام ابو داود و امام دارقطنی از مادرمان عایشه روایت کرده است که میگوید: دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشه؟ قلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال هو حسبك من النار. یعنی مادرمان عایشه گفتند فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم خانه در آمدند و در دستان من انگشتری های بینگین کلان نقرگین دیدند. پرسیدند ای عایشه این چیست؟ گفتم اینها را ساختم تا خود را برای شما آرا دهم. ایشان فرمودند آیا زکاتشان را پرداخت کرده ای؟ گفتم نه. گفتند همین انگشتری ها از آتش دوزخ برایت کفایه است. یعنی گفتند اگر زکاتش ادا نگردد عذابی که از این انگشتری به تو میرسد عذاب سخت است. حدیث دیگری در این مورد وارد شده است که آن را امام ترمذی و امام نسائی روایت کردند. از عمرو بن شعیب و از پدرش و پدرش از بابایش روایت کرده که ان امرأة اتت رسول الله صلی الله علیه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. یعنی میگوید زن با دختری خود به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد که در دست دخترش دو دستمانه قفس طلایی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت آیا زکات این را پرداخت میکنید؟ زن گفت نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت مگر میخواهی خداوند در عوض این دو دستمانه از آتش دوزخ برایت بپوشاند؟ اینچنین امام احمد حنبل در مسند روایت کرده که اسماء دختر یزید ابن سکن گفته است دخلت انا و خالتي على النبي صلی الله علیه و سلم وعلينا اسوره من ذهب فقال لها اتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا. فقال اما تخافان ان يسوركم الله اسوره من نار؟ ادیا زکاته. یعنی اسماء بنت سکن میگوید من با خالم به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم در آمدیم و در دستانمون دستمانه طلا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند آیا زکاتش رو پرداخت میکنید؟ ما گفتیم نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند مگر نمیترسید که خداوند به شما دستمانه های از آتش بپوشاند؟ زکاتش رو پرداخت کنید، گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم. امامانی که زکات را بر زیور زنان فرض نمیدانند آنها نیز به یک چند دلیل تکیه کردند که یکی از آنها حدیث زیرین است. امام دارقطنی از جابر بن عبدالله روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس فی الحلی زکات. در زیور زنان زکات فرض نیست. کسانی که بر نظر اولا این حدیث را ضعیف میدانند. اینچنین کسانی که گفتند زکات در زیور زنان فرض نیست، این نوع زیور آنها را به زیورهایی که از سنگ‌های قیمت بها هستند قیاس میکنند که زیور زنها اگر از طلا و نقره نه از دیگر سنگ‌های قیمت بها باشد به اتفاق همه فقیهان زکات ندارد. دوستان گرامی، اینجا چند مسئله دیگر متعلق به زر و زیور است که بیان آنجا دارد و مسئله را روشن‌تر می‌سازد. مسئله اول این که آنگونه که اشاره شد زر و زیور زنان اگر از غیر طلا و نقره باشد زکات ندارد.
یعنی زیورهایی که از مروارید، از گوهر، از مرجان و یاقوت، حتی از الماس و غیره باشند، صرف نظر چه مقدار است و چه ارزش دارد، زکات ندارد. مسئله دیگر این که در ظرفهای طلا و نقره زکات فرض است. همه فقیهان بر این اتفاق نظر دارند که در ظرفهای طلا و نقره زکات فرض است. یعنی اگرچه استفاده ظرفها، ساعتها، قلمها و هر چیز دیگر از طلا باشد حرام است، ولی اگر کس از این گونه چیزها در خود داشته باشد و مقدار آن به نصاب رسد، برایش زکات آن فرض است. مسئله دیگر این که به اتفاق همه فقیهان در زیور مردان زکات فرض است. البته مقصد از استفاده طلا زینت است و این نوع زینت ها را شریعت خاص زنان گردانیده است. برای مرد حرام است که انگشتری طلا بگیرد بپوشد. اینچنین نزد اکثر فقیهان حرام است که مرد گردنبند بپوشد. دوستان گرامی، مسئله است که میباید دقت نماییم. اکثر فقیهان گفتن صرف نظر که گردنبند از چی معدن است، برای مرد پوشیدنش حرام است. بعضی فقیهان اجازه دادن، البته اکثر فقیهان حرام است میگویند، چون که گفتن گردنبند این زینت است و خاص زنان است، بر مرد نشاید که گردنبند بپوشد. اما با وجود حرام بودن زیور طلا برای مردها، دوستان گرامی، اگر مرد مثلا زیور طلایی مثل انگشتری طلا یا گردنبند بپوشد، بگیرد و طلای او در علاهیدگی یا همراه با دیگر مالهایش به نصاب رسد، زکات در آن فرض است.